بسم الله الرحمن الرحیم. دانشگاه بانوان لاهور، دانشگاه اقتصاد خانه‌داری لاهور، دانشگاه پنجاب با وزارت آموزش عالی پنجاب در شهر لاهور در دانشگاه بانوان خانه‌داری و در دانشگاه‌های دیگر یه همایش 3 روزه داره برگزار میکنه که عزیزانی از کشورهای مختلف دنیا، یعنی از ایران، آذربایجان، تاجیکستان، بنگلادش، چین و کشورهای دیگر دارن تشریف میارن که در این همایش شرکت کنند و پیام امن و صلح و دوستی و پیشرفت اقبال را به دنیا بدهند. به این خاطر ما دعوت میکنیم از همه کسانی که دوستداران اقبال لاهوری هستند و دوستداران پیام اقبال لاهوری هستند که در این برنامه چه حضوری چه مجازی شرکت کنند و همراه ما باشند و بیایند ببینند که خانم های پاکستانی چقدر پیشرفت کردند و از طریق پیام اقبال میخواند به همه دنیا پیام امن و دوستی بدن. ممنونم.